دوستانم پایان کار همینطور که مشاهده میکنید ما یک مانیتور LCD رو تبدیل به یک مانیتور LED کردیم. خب منظور از LCD چیه؟ نور زمینه مانیتور با هر چیزی که روشن میشه مانیتور اون نام میده میشه. LCD چنین لامپاییه، مثل لامپای مهتابی‌های قدیمی که داشتیم، اینا خیلی ریزترن که به این وسیله نور زمینه مانیتور روشن میشه، بهش میگن LCD. اینا دیگه عمرشون رو کرده بودن، نگاه کنید سیاه شده بودن، دیگه کار نمیکردن و ما دیگه تصویری نداشتیم، تو ذوب شده بود تصویر مشخص بشه. ما از لامپ‌های LED مخصوصی استفاده کردیم، به جای اینا لامپ LED گذاشتیم که حالا نور زمینی مانیتور جای LCD تبدیل شده به LED و طبیعتاً چون نور LED شفافتر و پررنگتر هستش تصویر مانیتور نیست 100% با کیفیت تر شده. دوستان این مانیتور تا حالا حداقل 10 سال کار کرده. با این کاری هم که ما روش انجام دادیم راحت 10 سال دیگه واسه صاحبش کار میکنه.